ماشین هم 20 شدگی های 20 میگیرن خیلی بچه های یاش بیسارن این دیگه پلاسد هم ایست اودا میفرورن بچه های یاش همی 70% نخونده های سبب این یا دیگر نفهمی و دیم که هر کس میخواد خدم خوی پیش خود باشه خوش شوفیور باشه آدمی که با عقل هم پیش خود باید پراسپکت کنه هم به یکم فلوکتی رفتن میگیرم. Расширение дороги надо, во-первых, чтобы широкие были дороги. В основном покупают права. Чтобы, ну, в автошколах надо дисциплину сделать, чтобы проверили, как надо. Ну, в основном молодежь покупает права. بسیاری امی راننده‌های موزی در حالت مستی بسیارش قرار دارند. در حالت مستی بعد اینا مثال موادای اینایی نشاور میکشن مثال اکثریتش من میدونم اکثریتش نشان بانگدونا میزنه میگرده امی روزا مثال راننده‌های ما بعد بسیاری ما در حالت مستی ای میکنن. من فکر میکنم که سبب امی چی صدمه ها اهمی میباشد در حالت بسیار مستی بودنی راننده ها میباشد. جوانایی هستن که اهمیت نمیتونن راه گذاشتن سیتافور اهمیت نمیتونن چی اهمیت ممکن صدمات تو شود یکی بسیار جای شوفیری که دکمین ندارن سال به اجازه دارن رانندگی میکنن همین رو که صدمه شده به حجت خوندگی نیستن حجت رانندگی ندارن بعد یوشا هم هستن بسیار بی‌نظارتی میکنن کلانترشون میمونن وسیله نقلیاتشون گرفته میبرن خدا صدمه ممکن از روی هم بسیار میشن خوندگی نیستن ده بسیارش بخونن تین میشه همش. با کارمندان بازرسی دولتی ضرور است که برای بلندبرداشتن مدنیتی شهروندان مدنیت رانندگی شهروندان جمهوری کارهای زیاد رو باید که به سامان دهند و این رو من هم تویست میکنم که تقریب که از طرف کارمندان بازرسی دولتی کارهای نظررس برای بلندبرداشتن مدنیت رانندگی رانندگان جمهوری شهروندان ما اجرا کرده نمیشد. شود هم که کمتر در بعضی مکتب‌ها در بعضی کارخانه‌ها یک واخوری می‌کنند با همین خاطر جمع میشن. برای پیشگیری کردن علمی صدمه‌های نقلیاتی این از مسئولیت پدر و مادران نیز وابستگی کلان دارد. طوری که امروز ما می‌بینیم بعضا وقت حالت‌هایی میشن که پدر و مادر به فرزند خود که وای حجت رانندگی ندارد ماشین رو برای راندن برای اون رو اداره کردن میسپارند. این من گمان میکنم که با اون قانون جمهوری تاجیکستان آید درباره مسئولیت پدر و مادران جوابگو نمی باشد و در اینجا جوابگری پدر و مادران نیست. من گمان میکنم که هست که آنها فرزندان نابلیغ خود 16 ساله 15 ساله رو با آنها ماشین های خود رو میدهند و در نتیجه باعث صدمه های گوناگون میگردند.